سلام دوستان عزیز، به مرکز سلامت خوش آمدید. براتون آرزوی بدنی سالم و محفوظ از همه بیماری ها دارم. امروز در خدمت شما هستیم با بحث آب سیاه چشم. آب سیاه چشم چیست؟ آب سیاه یا گلوکوم یک بیماری چشمی مزمن و پیشرونده است که در نتیجه آسیب به عصب بینایی ایجاد می شود و باعث از دست رفتن میدان دید می شود. یکی از اصلی ترین عوامل خطر این بیماری فشار چشم است. اختلال در سیستم تخلیه مایعات چشم می تواند موجب تجمع مایعات شده و فشار را افزایش دهد که این امر باعث آسیب به عصب بینایی می شود. با افزایش سن احتمالاً ابتلا به بیماری‌های مزمن بیشتر می شود. به همین دلیل افراد میانسال باید سالانه چکاپ‌های پزشکی را انجام دهند. بیماری آب سیاه از جمله بیماری‌های چشمی است که بیشتر در افراد بالای 50 سال ظاهر می‌شود. تا 2% مردم به این بیماری مبتلا هستند. متاسفانه این در حالی است که بسیاری از این افراد از بیماری خود آگاهی ندارند. عصب بینایی اطلاعات را از چشم به مغز ارسال می‌کند. دید خوب به عصب بینایی سالم نیاز دارد. زمانی که فشار چشم بالا می رود، عصب بینایی آسیب دیده، دید فرد تحت تأثیر قرار می گیرد و روز به روز وخیمتر می شود. متاسفانه بسیاری از افراد مبتلا به گلوکوم از بیماری خود آگاه نیستند تا زمانی که تغییر محسوسی در بیناییشان ایجاد شود. اگر درمان به موقع صورت نگیرد، نهایتاً منجر به کوری می شود. متاسفانه نابینایی حاصل از گلوکوم غیر قابل برگشت بوده و درمانی ندارد. از دست دادن بینایی ابتدا از لبه‌های میدان دید شروع می شود و سپس کم کم مرکز دید را هم درگیر می کند. وقتی که آسیب در عصب ایجاد می شود، ماه‌ها تا سالها طول می کشد تا علائم ظاهر شوند و وقتی هم که بینایی از دست رفت دیگر قابل بازگشت نیست. علائم آب سیاه. آب سیاه در مراحل ابتدایی علائمی ندارد، اما اگر پیشرفت کند ممکن است بیمار با سردرد، تهوع، استفراغ، درد چشم، درد در هنگام حرکات چشم و قرمزی چشم مواجه شود. وقتی علائم زیر در فردی وجود داشته باشد، احتمال وجود بیماری آب سیاه مزمن چشم وجود خواهد داشت. علائمی چون تغییر مداوم نمره عدسی عینک، سردرد خفیف، اختلالات مبهم بینایی یا عدم توانایی در تطبیق بینایی از روشنایی به تاریکی. مراحل اولیه: از دست رفتن دید محیطی در نواحی کوچک از میدان دید. تاری دیدی در یک طرف در سمت بینی میدان دید. مراحل پیشرفته: بزرگتر شدن نواحی از دست رفتن دید، معمولاً در هر دو چشم. سفت شدن کره چشم، وجود نقاط کور در میدان دید، نامناسب بودن دید در شب. آب سیاه چشم چند نوع دارد؟ آب سیاه با زاویه باز اولیه. این بیماری به تدریج دید محیطی شما را کاهش می‌دهد. وقتی شما متوجه وجود آن می‌شوید که ضایعات جبران ناپذیر آن رخ داده است. اگر فشار بالای چشم شما ادامه پیدا کند و درمان نشود، خرابی‌ها ادامه یافته و باعث دید لوله‌ای می‌گردد. یعنی شما تنها قادر خواهید بود اجسامی که درست در مقابل شما هستند ببینید و اطراف خود را نمی‌بینید یا درست نمی‌بینید. آب سیاه زاویه بسته. این نوع آب سیاه به دلیل بسته شدن سریع کانال‌های تخلیه مایع چشم ایجاد می‌شود. دلیل این اتفاق بسته و تاریک بودن زاویه بین انبیه و قرنیه است. یعنی جایی که فیلتر قرار دارد. گلوکوم با زاویه باریک یا بسته با علائمی چون چشم درد، سردرد، هاله در اطراف منبع نور، مردمک باز، از دست دادن دید، چشم‌های قرمز، حالت تهوع و استفراغ به طور ناگهانی بروز می‌یابد. این علائم ممکن است پس از چند ساعت از بین برود و دوباره پس از مدتی اتفاق بیفتد. در هر حمله قسمتی از میدان دید از بین می‌رود.
آب سیاه میتواند برای دید شما بسیار مخرب باشد. در واقع دومین علت منجر به نابینایی در آمریکا این بیماری است. آب سیاه با فشار کم یا فشار نرمال. مانند آب سیاه با زاویه باز باعث صدمه به عصب بینایی و کاهش میزان دید می شود. اما در این بیماری فشار چشم در محدوده طبیعی می باشد. چون درد ندارد، ممکن است زمانی متوجه بیماری شویم که دید لوله‌ای ایجاد شده و صدمات غیر قابل برگشت به عصب بینایی وارد شده باشد. علت این بیماری مشخص نیست، اما عده‌ای از پزشکان معتقدند که به دلیل جریان خون ضعیف عصب بینایی می باشد. در ژاپنی‌ها زنان و یا افرادی که سابقه بیماری عروقی دارند شایع‌تر است. آب سیاه رنگدانه‌ای. این نوع نادر به دنبال قرار گرفتن رنگدانه‌های انبیه روی محل خروج مایع زلالیه از چشم که باعث جلوگیری از تخلیه مایع می‌گردد ایجاد می‌شود. پاسخهای التهابی به دنبال بسته شدن منافذ به سیستم تخلیه آسیب بیشتری می‌زند. به طور غیر معمول ممکن است علائمی مانند درد و تاری دید که ممکن است بعد از ورزش رخ دهد در این افراد وجود داشته باشد. این بیماری بیشتر مردان سفید پوست در میانه‌های سن 30 تا 40 سال را در بر می‌گیرد. آب سیاه مادرزادی. این نوع وراثتی است که در زمان تولد بروز می‌یابد و 80% موارد تا سن 1 سالگی تشخیص داده می‌شود. این کودکان با زاویه باریک یا دیگر مشکلات سیستم تخلیه چشم متولد می‌شوند. کشف علائم این بیماری مشکل است، زیرا کودکان بسیار کوچکتر از آن هستند که بدانند چه اتفاقی برایشان در حال وقوع است. اگر شما متوجه تیره، سفید، تاری و بزرگی یا بیرون زدگی چشم کودکانتان شدید، با یک چشم پزشک مشورت کنید. این بیماری در پسران بیش از دختران رخ می‌دهد. آب سیاه ثانویه. علائم بیماری آب سیاه به دنبال یک ضایعه چشمی را آب سیاه ثانویه می‌گویند که اینها می‌تواند عفونت، التهاب، تومور و یا یک آب مروارید بزرگ شده باشد. آب سیاه نئوواسکولار. این نوع آب سیاه با دیابت کنترل نشده و دیگر اختلالات آسیب زننده به عروق ارتباط دارد. علل ایجاد آب سیاه چشم. عوامل بسیاری منجر به آب سیاه می شوند. اگرچه افزایش فشار چشم تنها عامل خطر قابل اصلاح است که در حال حاضر شناخته شده است، اما علت این بیماری نیست. آب سیاه ممکن است در فشار چشم نرمال هم ایجاد شود. عوامل خطر آب سیاه چشم. آب سیاه در هر کسی می تواند رخ دهد. با این حال بعضی افراد خطر بیشتری برای ابتلا دارند. عوامل خطر آب سیاه شامل موارد زیر است. نژاد. آب سیاه اصلی ترین عوامل کوری در نژاد آفریقایی است. سن. افراد 60 سال و در برخی از تحقیقات 50 سال به بالا در خطر بیشتری برای ابتلا به آب سیاه هستند. سابقه خانوادگی. افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به آب سیاه دارند به احتمال بیشتری دچار این بیماری می شوند، مخصوصاً کسانی که خواهر یا برادر مبتلا دارند. فشار بالای مایع داخل چشم. افراد دچار فشار بالای مایع داخل چشم در خطر بیشتری هستند. کاهش ضخامت قرنیه. افراد دارای قرنیه نازک بیشتر در خطر هستند. کسانی که جزو این چند گروه قرار می‌گیرند باید هر سال تحت معاینه چشم پزشک قرار بگیرند. آب سیاه چشم چه علائمی دارد؟ بیشتر افراد مبتلا به آب سیاه تا وقتی که بیناییشان شروع به از دست رفتن نکرده است متوجه علائم آن نمی‌شوند. آب سیاه وقتی که به رشته‌های عصب بینایی آسیب می‌زند ممکن است نقاط کور کوچکی ظاهر شوند. این نقاط معمولاً در اطراف و نواحی جانبی میدان دید ایجاد می‌شوند. افراد زیادی تا زمانی که آسیب جدی به عصب بینایی وارد نشده متوجه این نقاط کور نمی‌شوند. کوری وقتی رخ می‌دهد که کل عصب از بین رفته باشد. چگونه آب سیاه تشخیص داده می‌شود؟
آزمایش‌های زیر هم ممکن است گاهی برای تشخیص لازم باشد. تست حدت بینایی، تست عادی چشم که قدرت بینایی را در فواصل مختلف می‌سنجد. گشادی مردمک، با قطره‌های چشمی مردمک را گشاد می‌کنند و از نزدیک عصب بینایی و شبکیه چشم را معاینه می‌کنند. میدان دید، این تست دید طرفی یا جانبی فرد را اندازه می‌گیرد و از دست دادن دید جانبی می‌تواند نشانه آب سیاه باشد. فشارسنجی چشم، این آزمایش استاندارد فشار مایع داخل چشم را اندازه‌گیری می‌کند. تصویربرداری از عصب بینایی، از عصب بینایی عکس گرفته می‌شود تا میزان نواحی آسیب دیده مشخص شود. معاینه زاویه چشم، برای دیدن ناحیه‌ای به نام زاویه تخلیه مایع یک عدسی روی چشم قرار داده می‌شود. از این نقطه مایعات از چشم خارج می‌شود. با این تست مشخص می‌شود که آیا مسیر تخلیه مایع باز، بسته یا آسیب دیده است. پاکیمتری، ضخامت قرنیه را اندازه‌گیری می‌کنند. چه کسانی مستعد به آب سیاه هستند؟ هر بیماری با توجه به ساختاری که دارد دسته‌ای از افراد را مستعد به خود می‌کند. بیماری آب سیاه از این مقوله مستثنا نیست و برای برخی از افراد خطر بیشتری دارد. در ادامه به افراد مستعد این بیماری اشاره خواهم کرد. افرادی با داشتن سابقه خانوادگی گلوکوم، افرادی با سابقه بیماری چشمی همانند آبمروارید، تبخال چشمی و غیره، افرادی با سابقه ضربه‌های چشمی، بیماران مبتلا به اختلالات تیروئیدی، بیماران دیابتی، افراد مبتلا به نزدیکبینی شدید، مصرف کنندگان داروهای کروتوندال و میانسالان. خب دوستان عزیز، با علائم و دلایل این بیماری و توضیحی در مورد بیماری گلوکوم یا همون آب سیاه چشم در خدمت شما بودم. سلامتی روزافزون شما رو از خدای متعال خواهانم. تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم، به امید دیدار.